ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия манучер Маҳкамзода. имрӯз маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони марказии шаҳри Улан-Батори Муғулистон, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. 21 июл маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони марказии шаҳри Улан-Батори Муғулистон, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Муғулистон муҳтарам Ухнагиин Хурелсух самимона пешвоз гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафи қаровули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Муғулистон, бо қадамзании мутантан гузаштани ҷузъу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат ҷараён гирифта, баъди шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд.
امروز بررسی مسائل همکاری در صحبت خاصه سران دولت‌های تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ آغاز گردیده در ملاقات با اشتراک هیئت‌ها ادامه یافت. جانب‌ها از رشد بی‌میلان رابطه‌های سیاسی دو کشور یادآور شده با تقویت رابطه‌های بین پارلمانی همچون واسطه مؤثر تحکیم اعتماد سیاسی اهمیت مخصوص دادند. در رفت مذاکرات به سمت‌های افضلیتناک همکاری در ساحه‌های انرژتیک، ساختمان و رشد زیرساختار، کشاورزی از جمله چاره‌داری، صادرات میوه و سبزیجات خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه به مغولستان توجه زیاد ظاهر گردید. پیشنهاد شد که برای مساعدت به رشد همکاری سودمند دوجانبه گروه‌های مشترک کاری در ساحه‌های انرژتیک و ساختمان و رشد انفراساختار تأسیس داده شود. از مغولستان دوست برای دستگیری از تشبث تاجیکستان اید به اعلان نمودن سالهای 2027-2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده و دیگر پیشنهادهای جهانی کشور ما به خصوص در ساحه‌های آب و اقلیم اظهار سپاس کرده شد. در این ضمن اهمیت تحکیم من بعده همکاری دو جانب در چارچوب گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به خصوص تاکید گردید. تبادل سودمند افکار همچنین اید به دیگر مسائل مورد توجه هر دو جانب صورت گرفت. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی میان تاجیکستان و مغولستان مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار گردید. در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها 12 سند به امضا رسید. نخست اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ درباره گسترش و رشد مناسبت‌های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان قبول و اعلان گردید. با دعوت پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روزهای 20-22 ایولی سال 2026 با سفر دولتی از مغولستان بازدید به عمل آوردند. مذاکرات رسمی سران دو دولت در فضای دوستانه، صمیمی و اعتماد متقابل برگزار گردیدند. طرف‌ها قید نمودند که سفر دولتی پرزیدنت مغولستان محترم اوخناگین خورلسوخ به جمهوری تاجیکستان در سال 2025 اینچنین سفرهای دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مغولستان در سالهای 2009 و 2026 مناسبت‌های عنعنوی دوستانه بین دو کشور را به سطح صفتا نو برآورده سمت‌های اساسی همکاری عملی را برای سالهای من بعد معین نمودند. در جریان مذاکرات رسمی طرف‌ها اید به امکانات‌های گسترش مناسبت‌های عنعنوی دوستانه تاجیکستان و مغولستان در تمام ساحه‌ها مبادله افکار نموده اینچنین مسائل‌های فعالسازی مکالمه سیاسی و همکاری دوجانبه را در بخش‌های تجارت و اقتصاد، کشاورزی، انرژتیک برقرار شونده، نقلیات و لوجستیک، معارف، فرهنگ، سیاحی، صنعت، کندنی‌های فایده‌ناک، گیولوژی اینچنین همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی مورد بررسی قرار دادند. با تایید عزم خود جهت تحکیم من بعده مناسبت‌های دوستانه و همکاری برای جانب‌ها سودمند در اساس اظهارات مشترک اید به پرینسیپ‌های اساسی مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان و مغولستان، اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و مغولستان درباره رشد من بعده، تحکیم مناسبت‌های دوستانه و همکاری گوناگون جنبه، اینچنین شرطنامه‌ها و سازشنامه‌های بین دو دولت طرف‌ها بار دیگر پشتیبانی خود را از رشد مناسبت‌های دوستانه و همکاری متقابلا سودمند تصدیق نمودند. 21 ایول در شهر اولانباتور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مغولستان نیام اوسورین اوچرال ملاقات نمودند. ضمن ملاقات مسائل رشد و تحکیم همکاری دو کشور بررسی گردید. جانب‌ها به گسترش رابطه‌های سودمند در بخش‌های گوناگون تجارتی و اقتصادی توجه زیاد ظاهر نمودند. اهمیت مخصوص فعالیت منظم کمیسیه مشترک اید به همکاری تجارتی و اقتصادی برای پیشبرد تمام مجموعه رابطه‌ها تاکید شد. به راه اندازی همکاری در ساحه‌های هیدروانرژتیک، کشاورزی، به خصوص بخش چاره‌داری، صنعت کوهی و گیولوژی توجه زیاد ظاهر گردید. تطبیق لایحه‌های مشترک اید به استحصال، نگهداری و کارکرد محصولات کشاورزی، صادرات نوع‌های گوناگون محصولات از جهت اکولوژی تازه ساحه کشاورزی به مغولستان و تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد محصولات چاره‌داری نیز مورد توجه جانب‌ها قرار گرفت. نقش رابطه‌های مستقیم دایره‌های صاحبکاری و برگزاری فورم صاحبکاران تاجیکستان و مغولستان در شهر اولانباتور برای گسترش رابطه‌های تجارتی مهم دانسته شد. در این ضمن پیشنهاد گردید که شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و مغولستان تأسیس داده شود. علاقه‌مندی جانب‌ها به گسترش همکاری فرهنگی و بشری از جمله راه‌اندازی رابطه‌های مستقیم میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای علمی تحقیقاتی و سیاحی نیز تاکید گردید.
21 ایول در دوره سفر دولتی به مغولستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر اولانباتور از آثارخانه ملی تاریخی این کشور بازدید نمودند. به راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که آثارخانه ملی 11 اکتبر سال 2022 در مرکز شهر اولانباتور افتتاح گردید. در آثارخانه کتابخانه علمی با 6000 جلد کتاب موجود است. بینای آثارخانه 9 آشیانه بوده، در 8 آشیانه آن تالارهای موضوعی موجود است. در آشیانه های پایانی نمایشگاه ها درباره خلق‌های قدیمی که در مغولستان سکونت داشتند جای گیرند. آثارخانه یک مرکز بزرگ تحقیقاتی را میماند، زیرا زیاده از 10400 نمایشگاه فرهنگی دارد. در بین آنها اشیای انتیقه و باستانشناسی تعلق به عصر 13 موجود است. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کتاب مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. سلامت باشید.